آخرش نفهمیدیم فرمون بنز کجه یا نه. یه دعوایی توی فضای مجازی را افتاده بود که یه سریا معتقد بودن فرمون بنز کجه، یه سریا میگفتن تصادفیاشون کجه، یه سریا میگفتن کل ماشینا کجه. نمیدونم آخرش به چه نتیجه‌ای رسید. بنز قدیم کارشو خیلی بهتر بلد بود به نظر من. شما این ماشین رو نگاه کنی، مقایسه کنی با ماشینای جدید بنز، اصلا قابل قیاس نیستن. کل خودروسازی های دنیا کیفیت ماشیناشون اومده پایین. این ماشین S350 2011 و به نظر من حتی با 2022 هم که یه سری گذر اومده بود داخل ایران، با اونم قابل مقایسه نیست. این اصلا کوالیتی ساختش توی لیگ دیگه است، یه سبک دیگه است. واقعا به جز این که بگم دارم لذت میبرم از سواری این ماشین، از سلامتش، از این کیفیت متریالش، از همه چیز این ماشین دارم لذت میبرم، به جز این چیز دیگه ای نمیتونم بگم. حرفی نداره، اصلا نمیتونم هم ایراد بگیرم ازش. شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا هر ماشینی رو که میارم تست درایو اینقدر روی سلامت فنیش تاکید دارم. در واقع دلیل این که میارمش هم تست درایو همینه. اگه ماشین مشکل داشته باشه ارجاع میدم، میگم مالک ببره درست کنه و بعد بیاره. و معمولا ماشینایی که فنی سالمی ندارن ویدیوی تست درایو هم ازشون نمیذارم. پس ماشینی که دارم ویدیوی تست درایوشو میذارم خیالم من باب سلامتش راحته.